همه چیز از سال 1955 شروع شد. یعنی زمانی که سازمان استاندارد جهانی ایزو فرکانس استاندارد موسیقی رو 440 هرتز اعلام کرد. از اون روز تا الان همه سازهای موسیقی روی فرکانس 440 هرتز نوت لا کوک میشن. تا قبل از سال 1955 اکثر نوازنده ها با فرکانس 432 می نواختن که به گفته فیزیکدان ها 432 هرتز فرکانس طبیعته. با این حال خیلی از افراد اعتقاد دارن که فرکانس 440 برای انسان بسیار خطرناک و مضره. آهنگ‌های زیبای پلیلیست موبایل شما همه با فرکانس 440 هرتز ساخته شدن و شما در طول روز بارها به اونها گوش میدید. حالا بیایید تأثیر این امواج روی بدن انسان رو بررسی کنیم. بدن ما از بیش از 50,000 کیلومتر رشته‌های عصبی تشکیل شده که کارشون ارتباط بین مغز و اندام‌ها از طریق سیگناله. مغز ما هم ولتاژ داره و هم سیگنال ارسال میکنه. حتی میشه از طریق سیگنال‌های مغز انسان حرکت یه ربات جایگزین اعضای بدن رو کنترل کرد. امواج کاربرد مختلفی دارن. مثلا همین موبایل ها یا آنتن تلویزیون با امواج اطلاعات رو منتقل میکنن و حتی کنترل بدن انسان هم از این طریق ممکنه. فرکانس ها میتونن تأثیرات منفی هم داشته باشن. امواج مایکروویو، سیگنال های موبایل و دکل های 5G از خطرناکترین امواج برخوردارن. با این حال فرکانس 432 هرتز در سراسر طبیعت زمین وجود داره و نظم و اعتدال جسم و روان رو تأمین میکنه. افرادی مثل موتزارت و بتهوون که از بزرگترین آهنگسازهای تاریخ هستند معمولاً از فرکانس 432 هرتز استفاده میکردن. اگه دقت کرده باشید در دهه‌های اخیر شیوع بیماری‌های روانی گسترش پیدا کرده و قدرت تحمل و تفکر انسان‌ها دچار اختلال شده. یکی از مهمترین دلایلش قرار گرفتن در معرض فرکانس 440 هرتزه. این فرکانس به فرکانس شیطان معروفه که ما رو به سمت افسردگی هم میبره. قدرت تحلیل مغز رو کاهش میده و درصد قابل توجهی از کاربرد غده هیپوفیز ما رو از کار میندازه. حالا برای کنترل کنندگان جهان چی از این بهتر که انسان‌ها ضعیف‌تر و افسرده‌تر باشن؟ همونطور که میدونید بیشتر از نیمی از بدن ما از آب تشکیل شده. ارتعاش امواج روی آب اونو به شکل‌های مختلف به لرزه در میاره. حالا این فرکانس باعث ارتعاش مضر در اندام‌های بدن میشن، به طوری که حتی ممکنه روی DNA هم تأثیر بذاره. با ارتعاش نادرست انتقال پیام عصبی از مغز به اندام‌ها دچار اختلال میشه و انسان دچار مشکلاتی در جسم یا روان از طریق به هم خوردن هورمون‌ها میشه. کاهش یا افزایش ترشح هورمون‌های مغزی هم باعث بیماری‌های روانی که شایع‌ترینشون افسردگی میشه. بنابراین باید دقت ویژه‌ای تو موسیقی‌هایی که گوش میدیم داشته باشیم. همونطور که گفتیم فرکانس 432 هرتز در سرتاسر طبیعت در حال ارتعاشه. برای همینه که وقتی وارد جنگل یا کویر میشید احساس میکنید حالتون بهتره و بدنتون در حالت مناسبتری قرار گرفته. این اتفاق به دلیل برقراری تعادل بین چاکراها است. در حالی که فرکانس 440 هرتز باعث بسته شدن و اختلال چاکراها میشه. برای اثبات این مسئله کافی مدتی آهنگ‌هایی با فرکانس 432 هرتز گوش بدید تا متوجه تحول در خلق و خو و سلامت بدنتون بشید. البته فرکانس‌های دیگه‌ای هم در طبیعت جهان وجود داره. مثلا فرکانس 963 هرتز که به نام عشق الهی شناخته میشه باعث همراستا شدن و همجهت شدن با کائنات و جهان هستی میشه. اگه دقت کنید اعداد این فرکانس همون اعداد تسلا هستن که حتی ممکنه با هم ارتباط هم داشته باشن. برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین نظرتون رو تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. ممنون از همراهی شما.